ازم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و سعی سلامت باشین. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوی کانال یوتیوبم و خیلی خوش اومدید به جلسه سوم از بیومکانیک هیپ. همونطور که میدونید در جلسات قبلی ما در رابطه با ارزم به حضورتون استوکینماتیک و استخوان‌شناسی مفصل هیپ خیلی خوب اومدیم صحبت کردیم و نوبتی هم باشه مثل همیشه نوبت بررسی عضلات این ناحیه هستش. فقط یک نکته که خیلی مهم هستش اینه که حتما ویدیو جلسه قبل رو مشاهده بفرمایید، به خاطر اینکه به نوعی پیش نیاز این جلسه هستش و تا وقتی که مسلط نشده باشید نمیتونید خیلی خوب مفاهیم این جلسه رو درک بکنید. کما اینکه این جلسه تا حدود بسیار زیادی حفظی هستش، ولی برای اینکه همین حفظیجات بتونه خیلی خوب داخل ذهنتون بشینه شما نیازمند به یک درک بیومکانیکی اونم در مبحث استوکینماتیکی دارید. بنابراین ویدیو جلسه قبل رو حتما مشاهده کنید و بعد این جلسه رو با خیال راحت میتونید تماشا کنید. جلسه که امروز قرار با هم دیگه صحبت بکنیم در رابطه با عضلات مفصل هیپ هستش. این جلسه ما قرار جلسه طولانی بشه به خاطر اینکه نکات خیلی زیاد هستش، ولی خب نکاتی هستش که سعی میکنم تا اونجا که میتونم مفهومی طور و با زبون ساده خدمتتون بیان بکنم که مباحث واقعا براتون آسون بشه و درکش هم همینطور و بعد از اون بتونید حفظیجات هم به راحتی درکشون بکنید. و بدون مقدمه بریم در رابطه با این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. خب عکس اولی که در کتاب نیومن بیان شده همونطور که مشاهده میکنید خط کشش عضلات ناحیه هیپ رو بر ما بیان کرده. برای مثال اومده عضله رکتوس فموریس رو به ما نشون داده، سارتوریوس، تنسور فاشیال لاته، عضله اداکتور برویس، لانگوس، پکتینئوس و عضلات دیگه که این در واقع عکسی که مشاهده میکنید رو ما در مباحث دیگه هم داشتیم که حالا چی ازش میتونیم استخراج کنیم. این که آقا وقتی که ما در رابطه با یک عضله صحبت میکنیم کلا 3 تا فاکتور هستش که برای ما مهم هستش که این عضله در بیومکانیک و مفصل چه نقشی رو میتونه ایجاد بکنه. اول از همه گفتیم موقعیت اون عضله در واقع نسبت به ارزم به حضورتون محور حرکتی ما هستش که حالا میگفتیم هر چقدر این دورتر باشه بازوی گشت و بریش بیشتر هستش و میتونه نقش بیشتری رو در مفصل ایجاد بکنه. نزدیکتر باشه انگار به عنوان یک کامپرسور عمل میکنه. و مورد دوم اشاره میکنیم به خط کشش عضلات و مورد سوم هم اشاره میکنیم به PCSA یا همون فیزیولوژیکال کراس سکشنال ایریای در واقع عضلات که مثلا یک عضله اگه PCSA بیشتری داشته باشه میتونه قدرت بیشتری رو و گشتاور بیشتری رو به دنبال اون برای ما ایجاد بکنه. ولی حالا اینا به صورت نسبی بیان میشه، حالا باید بررسی بشه دقیق تر که داستان چجوری هستش. مثلا اگه یک عضله جلوی محور حرکتی ما برای مثال در اینجا قرار میگیره میدونیم که به عنوان فلکسور تلقی میشه چون ما داریم از نمای لترال به قضیه نگاه میکنیم یا بهتره بگیم همون ساجیتال پلین و محور ما هم یه محور مدیو لترال هستش یا یه محور کورونال. پس هرچی جلوی این باشه به عنوان فلکسور تلقی میشه، هرچی پشت این باشه به عنوان اکستنسور. ولی خب جهتگیری در واقع فیبرها هم من یه ذره بیارم بالاتر و جهتگیری فیبرها هم برای ما خیلی در اینجا مهم هستش که بدونیم در چه حالتی میتونه اینا ارزم به حضورتون حرکت داشته باشن. فکر کنم همینجا بیارم بهتر باشه. خب ارزم به حضور شما که بله فکر کنم حالا صدا بهتر بیاد. بریم در رابطه با بقیه داستان صحبت کنیم. اینم اومده یک عکس انمای آنتریر به ما نشون داده که داستان از چه قرار هستش. میدونیم در واقع عضلاتی که در اینجا وجود دارن بسیار عضلات مهمی هستن، هم تو بالین هم داخل آزمون ها. عضلات شامل چیا هستن؟ مثلا ما میتونیم سواس میجر رو ببینیم که قبلا گفتیم به عنوان یک ورتیکال استابیلایزر در ناحیه ستون فقرات تلقی میشه. عضله حالا به دنبال اون سواس ماینر هستش که تو برخی از افراد هستش تو برخی از افراد نیستش و تا حدودی میتونه کمک کنه به عضله سواس. ایلیاکوس هستش که میتونه ترکیب بشه با همون با عضله سواس میجر و عضله ایلیوسواس رو تشکیل بده و میتونه بره متصل بشه به ارزم به حضورتون لستروکنتر استخوان فمور و میتونه ایلیوسواس رو اما در کل تشکیل بده. عضله پیری فورمیس رو میتونید در اینجا مشاهده بکنید که عضله اکسترنال روتیتور هستش، پاتولوژی خاص خودش هم داره، سندروم داره. عضله TFL دوباره در کنار میتونید ببینید سارتوریوس طولانی ترین یعنی در واقع بلندترین عضله بدن هستش که هم میتونه روی هیپ اثر بکنه هم میتونه روی زانو اثر بکنه. عضله گراسیلیس
داخل تنه عضله در ناحیه کشاله ران ما هستش که میتونید اینجا مشاهده بکنید. ادداکتورها دیگه بر ما خیلی معروف هستن و در پایین تر هم در واقع ایلیوتیبیال بند یا ایلیوتیبیال ترکت رو داریم که از در واقع قسمت خارجی در واقع اونجا منشأ میگیره و میره متصل میشه به قسمت لترال زانو و از بالا هم عضلات در واقع تنسور فاشیولاته و گلوتوس ماکسیموس بهش متصل میشن که حالا آرزه‌هاش هم خدمتتون عرض میکنیم و عضلات کوادریسپس معروف که تحت عنوان واسس مدیالیس، لترالیس، اینترمدیوس و رکتوس فموریس تلقی میشن که دیگه ما عضلات کوادریسپس رو تو زانو معرفی میکنیم. این جلسه قراره در رابطه با عضله مثل سواس، مثل ایلیاکوس، مثل حالا ایلیاکوس که نه، مثل سواس ماینر، تنسور فاشیولاته، پیریفورمیس، پکتینئوس، گراسیلیس و اینا صحبت بکنیم و عضلاتی که به صورت اختصاصی روی زانو کار میکنن مثل وستس ها. چرا رکتوس نگفتم؟ چون روحی هم کار میکنه، مثل وستس ها و حالا عضلات این چنینی رو دیگه ما جلسات بعدی در رابطه باهاش صحبت میکنیم، یعنی در مبحث زانو. پس بنابراین جلسه اختصاصا در رابطه با این ناحیه بیشتر هستش که میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. به صورت خلاصه اینجا آورده در کتاب نیومن که داستان چجوری هستش، فلکسورها، ادداکتورها، اینترنال روتیتورها، اکستنسور، ابداکتور و اکسترنال روتیتورها مروری داشته باشیم. هم فلکسور داریم هم اکستنسور در صفحه ساجیتال میتونن نقش برای ما ایجاد بکنن. ابداکتور، ادداکتورها در صفحه فرونتال و اینترنال اکسترنال روتیتورها در صفحه ترانسورس میتونن برای ما نقش ایجاد کنن که محور حرکتیشون هم بیان کردیم در جلسات قبل. یه سری عضلات رو اینجا بیان کرده تحت عنوان پرایمری ها و سکندری ها. پرایمری ها یعنی به صورت اختصاصی میاد رو همون مفصل کار میکنه و عرضم به حضورتون که خیلی خالص میاد در واقع اون نقش رو برای ما در مفصل ایجاد میکنه و سکندری ها هم در واقع برخلاف این داستان هستن، یعنی یه جورایی حالت کمکی طور هستن و همیشگی نیستن بهتره بگم و حالا ما در رابطه با این موضوع هم بعداً با هم دیگه صحبت میکنیم که داستان چجوری هستش. خب بریم در رابطه با عضلات هیپ فلکسور در واقع صحبت بکنیم. هیپ فلکشن اول از همه چی بود؟ گفتم که پا رو میاری به سمت بالا، حالا زانو یا صاف باشه یا زانو به صورت خمیده باشه یا فکر کنم اینجوری بهتر باشه، یا شما آنتری پلویک تیلت انجام میدید که این هم یه هیپ فلکشن در زنجیره بسته میتونه بیان بشه برای ما. عضله اول که قرار در رابطه باهاش صحبت بکنم عضله ایلیوسواس هستش که از ناحیه ستون فقرات T12 تا L5 شروع میشه و میاد گفتم متصل میشه به عضله ایلیاکوس و همینجوری میاد به سمت پایین متصل میشه به لسر تروکنتر استخوان فمور و قبلا این نکته هم گفتم که میاد به نوعی اون همپوشانی قسمت خالی که از فمور هستش رو همراه با لیگامنت ایلیوفمورال انجام میده، یعنی میتونه ثبات دهنده برای قسمت حالا قدامی خارجی مفصل هیپ هم باشه، چون ما گفتیم 15 درجه آنتیورژن داریم و استابلوم هم خودش یه همپوشانی داره دیگه که میاد در واقع اون سر فمور رو برای ما میپوشونه، یه چیز حدود 20 درجه و عرضم به حضور شما که یعنی 20 درجه ما میگفتیم که در واقع تیلت داره اون حالا خود استابلوم که میگفتیم به سمت پایین و به سمت قدام هستش 50 درجه به سمت پایین و 20 درجه به سمت قدام و میگفتیم که این یه همپوشانی هم داره که میتونه فمور رو در واقع بپوشونه، ولی هر چقدر که این بخواد بپوشونه یعنی حتی تو حالت رتروورژن هم رتروورژن خود استابلوم رو منظورم اندامه بالا نگاه میکردیم رتروورژن استابلوم هم باز یه قسمت خالی هستش که اونجا ایلیوسواس میاد رو میپوشونه. حالا ایلیوسواس خودش به عنوان یک عضله فلکسور تلقی میشه، هیپ فلکسور تلقی میشه، مخصوصا توی بیش از 90 درجه فلکشن. مثلا شما وقتی از پله ها بالا میرید عضله ایلیوسواس اونجا ای ام جی زیاد میشه و این به معنای این هستش که داره فعالیت زیادی رو در اونجا انجام میده. پس بنابراین اومدن دیدن که هیپ فلکشن بالای 90 درجه ایلیوسواس درش داخل هستش. این یک موضوع بعد این که عضله ایلیوسواس یه سری فیبرهایی داره که میتونه متصل بشه به کپسول و میتونه
در حین انجام هیپ فلکشن از نیشگون شدن این داستان جلوگیری بکنه. و نکته که هستش اینه که به اون فیبرها میگن فیبرهای، حالا اینجا نوشتم براتون، ایلیوکپسولاریس هستش. پس میتونه جلوگیری بکنه از اون نیشگون شدن اون داستان. چون ما میگفتیم وقتی پا میره به سمت فلکشن باعث میشه این کپسول از اون حالت ارزم به حضورتون که سی پی پیش در بیاد و بره به سمت ال پی پیش، که حالا میگفتیم فلکشن ابداکشن اکسترنال روتیشن چجوریه و میگفتیم کمترین تنشن رو ما توی فلکشن ابداکشن اینترنال روتیشن رو میتونیم داشته باشیم که این فیبرهای ایلیوکپسولاریز که برگرفته از همین فیبرهای ایلیوسواس هستن میتونه از این نیشگون شدن جلوگیری بکنه. اومدن دیدن عضلات ایلیوسواس وقتی که هیپ تو حالت ابداکشن باشه ممکنه به اکسترنال روتیشن در واقع کمک بکنه، یعنی میتونه اکسترنال روتیشن ایجاد بکنه و قبلا هم گفتم میتونه به عنوان ورتیکال استابیلایزر تلقی بشه. اصلی ترین عضله در ثبات دهنده عمودی ستون فقرات هستش، یعنی اصلی ترین عضله که میتونه نقش داشته باشه در این داستان. و گفتم قبلا هم با توجه به قرارگیری عضله در اون محور حرکتی ما توی آپر در واقع لومبار میتونه به عنوان اکستنسور تلقی بشه، توی لور لومبار میتونه به عنوان فلکسور تلقی بشه. یعنی مثلا این بازو گشتاوری حدود 2 سانتی داشتش عضله ایلیوسوس، ولی کلا به عنوان عضله اکستنسور فلکسور تو ناحیه لومبار خیلی تلقی نمیشه، بیشتر به عنوان یک ورتیکال استابیلایزری که میتونه اینا رو دوچاره در واقع میتونه برای ما کامپرشن ایجاد بکنه تلقی میشه. درسته؟ این از این. و اومدن دیدن که افرادی که حالا کمر درد دارن، لو بک پین دارن، کلا یک عضله هستش که پی سی سی زیاد میشه و میتونه ضخیم بشه برای ما و خیلی از علتهای در واقع کمردردهایی که ما میتونیم تجربه بکنیم به خاطر همین عضله هستش، مخصوصا کوتاهیش که میتونه حالا از قسمت اوریجینش کوتاه بشه و مشکلات مربوط بهش رو به وجود بیاره که حواسم باید به این نکته باشه. عضله بعدی عضله سارتوریوس، گفتم طولانی ترین عضله، در واقع بلندترین عضله بدنمون هستش، بلندترین عضله بدنمون هستش و هم میتونه توی هیپ اثر بکنه، هم توی نی میتونه اثر داشته باشه. توی هیپ میتونه اثر فلکشن، ابداکشن و اکسترنال روتیشن داشته باشه، برخلاف تنسور فاشیال لاته که هیپ فلکسور، ابداکتور و اینترنال روتیتور هستش. ولی با این تفاوت که سارتوریوس رو زانو هم اثر میکنه و چون رفته از داخل متصل شده به زانو میتونه به عنوان اینترنال روتیتور و فلکسور تلقی بشه. حالا یه بحثی میاد وسط، اکتیو اینسافیشنسی و پاسیو اینسافیشنسی. پس سارتوریوس وقتی میتونه عمل کرده موثر روی هیپ داشته باشه که زانوی ما اکستند باشه. درسته؟ زانوی ما اگه اکستند باشه و یعنی برخلاف حرکت سارتوریوس عمل بکنه، یعنی انگار سارتوریوس از پایین داره کشیده میشه و از بالا در واقع با عملکرد هیپ فلکشنش کوتاه بشه، میتونه نقش موثری داشته باشه. ولی وقتی سارتوریوس هم در واقع زانو رو بیاره تو فلکشن، یعنی زانو تو حالت فلکشن قرار بگیره و هیپ هم حالا بره توی حالت فلکشن، این میتونه برای ما در واقع اکتیو اینسافیشنسی به وجود بیاره و بالعکسش هم اگه زانو بره به اکستنشن و هیپ هم بیاد به اکستنشن، این میتونه برای ما پاسیو اینسافیشنسی به وجود بیاره. یعنی جفت در واقع اتصالات عضلانی در حالت کشیده شده خودشون هستن و نمیتونه تنشن خوبی رو عضله ایجاد بکنه. بنابراین نکته مهمی هستش که با حواسمون باشه. TFL هم خدمتتون عرض کردم چه عضله هستش. اگر قرار باشه TFL به عنوان یک عضله ابداکتور تلقی بشه، هیپ ما باید تو حالت فلکشن قرار بگیره. ببین اینا حفظیه دیگه. ایلیوسوس تو چه حالتی میتونه کمک کنه؟ وقتی که هیپ توی ابداکشن باشه میتونه به اکسترنال روتیشن شاید کمک بکنه، پس شاید میتونه به عنوان اکسترنال روتیتور تلقی بشه برای ما. TFL وقتی که زانو توی وقتی که هیپ تو حالت فلکشن باشه میتونه ابداکشن رو برای ما انجام بده و گفتم با گلوتوس ماکسیموس متصل میشه به همدیگه، ایلوتیبیال بند رو اونجا تشکیل میدن، یعنی جزء ساختاری اون تلقی میشه و اگر کوتاهی ایلوتیبیال بند ما داشته باشیم، حالا به دنبال اون رنج آف موشن اداکتورها، یعنی رنج آف موشن اداکشن ما میتونه محدود بشه. یه تست هم داره، تست اوبر، که حالا سرچ بکنید میتونید متوجه بشین که چه تستی هستش برای کوتاهی در واقع ایلیوتیبیال بند هستش
و اینا خط به خط کتاب جوینت ها اینجا براتون آوردم، یعنی هم تستش و هم فلان و اینا. تست اوبره و اونجا میتونه یه عارضه به وجود بیاد به نام اسنپینگ هیپ سیندروم که این عارضه یه در واقع یک کلمه کلی هستش برای عارضه ها در ناحیه هیپ که هم میتونه به در واقع یک فرد یک حالت کلیکینگ و یه حالت پاپینگ رو در ناحیه هیپش تجربه بکنه که میتونه همراه باشه با درد. و حالا ما هم اکسترنال اسنپینگ هیپ سیندروم داریم و هم اینترنال هیپ سیندروم که اگر کوتاهی اوبر داشت، در واقع کوتاهی ایلیوتیبیال بند داشته باشیم، اکسترنال اسنپینگ هیپ سیندروم رو میتونه برای ما به وجود بیاره که به دنبال اون هم میتونه عارضه در واقع گریتر تروکنتر بورسیتیس رو در اونجا برای ما به وجود بیاره، یعنی التهاب بورس در واقع گریتر تروکنتر. و عضله بعدی عضله رکتوس فموریس، اداکتور لانگوس و پکتینوس که رکتوس فموریس هم دوباره عضله نی اکستنسور و هیپ فلکسوره. پس وقتی میتونه به عنوان در واقع هیپ فلکسور قوی تلقی بشه که در واقع زانوی ما تو حالت فلکشن باشه، چون اگه تو حالت اکستنشن باشه دچار اکتیو اینسافیشنسی میشه و دیگه نمیتونه نیروی خیلی خوبی رو برای ما ایجاد کنه. این مبحث توی بیومکانیک پایه و تمرین درمانی پایه بیان میشه، مبحث اینسافیشنسی ها. عضله اداکتور لانگوس پکتینهوس هم میتونه به عنوان پرایمری فلکسور تلقی بشه و عضلات اداکتور برویس گراسیلیس آنتری فایبرهای گلوتوس مینیموس هم میتونه به عنوان در واقع ارزم به حضورتون سکندری هیپ فلکسورها تلقی بشه که حالا گراسیلیس هم همینطور هستش. وقتی زانو اکستند باشه میتونه به عنوان هیپ فلکسور تلقی بشه، اگه فلکس باشه دوباره دچار اکتیو اینسافیشنسی میشه، چون از دو طرف داره اون نقشه رو برای ما ایجاد میکنه. یک نکته مهم این که عضله اداکتور لانگوس که بعداً قرار در رابطه باهاش صحبت بکنیم، یکی از عضلات بسیار مهمی هستش که هم میتونه برای ما فلکشن ایجاد کنه، هم میتونه برای ما اکستنشن ایجاد کنه. نکته بعدی این که این دسته بندی مربوط میشه به کتاب نیومن. کتاب جوینت اومده کیا رو معرفی کرده؟ کتاب جوینت اومده این عضلات رو معرفی کرده، عضله ایلیوسواس، رکتوس فموریس، انسوفاشیالاته و سارتوریوس، یعنی 4 تا. اونجا میگفتیم اداکتور لانگوس و در واقع پکتینوس هم در واقع به عنوان عضلات هیپ فلکسور تلقی میشن، ولی اینجا اومده اداکتورها گراسیلیس و پکتینوس رو به عنوان سکندری در واقع بیان کرده. و یک نکته که در کتاب جوینت بیان شده این هستش که عضلات سکندری، حالا کتاب جوینت هم به نقل از کتاب کپنجی گفته که این عضلات فقط میتونن نهایتاً 40 تا 50 درجه هیپ فلکشن رو برای ما انجام بدن. این هم همون داستان اسنپینگ هیپ سیندروم هستش که میتونه برای ما حالا اینفلمیشن تروکنتر رو به وجود بیاره و اینا تست اوبر هستش که در واقع در کتاب جوینت مستقیما بیان شده. بچه‌ای که ارزش و انتقالی دارن با این لغات آشنایی داشته باشید که بعدن توی بیومکانیک آوردن تست اوبر برای چیه، نگید که این فیزیوتراپی در ارتوپدی، نه، مستقیما در کتاب بیومکانیک جوینت استراکچر فانکشن هم این موضوع بیان شده دیگه. هر چیتون کتاب اومده دیگه میتونه بیاد، پتانسیلش رو داره. این هم همون عضله سواس و ایلیاکوس هستش که میتونه از جا عبور بکنه تاندونشون و اینجا ایلیوفمورال لگامنت که گفتم اینا میتونن کمک بکنن به اون در واقع اون نحوه قرارگیری استوپلومی که گفتم تو صفحه ترانسفرس میتونه همپوشانی داشته باشه. و عرضم به حضورتون که این شد از این داستان. حالا اینا شدن عضلات ارزم به حضورتون هیپ فلکسور پرایمری و سکندری. یک نکته که در اینجا بیان شده اینه که سواس ماینر اگر در افرادی وجود داشته باشه، چون دیدن که فقط در 40% افراد وجود داره، یا اگه اشتباه نکنم در 40% افراد وجود نداره، یه چیزی بود، ولی فکر کنم در 40% افراد وجود داره در کتاب آورده شده. این که میتونه جلوگیری بکنه از بوئسترینگ عضله سواس میجر که بوئسترینگ هم تو دست یاد ما هست که به معنای کمانی شدنه، یعنی یک ساختاری مثلا تو دست میگفتیم فلکسور رتیناکولوم یا حالا لیگامنت که به دنبال اون هستن مثلا انیول لیگامنت، میتونه از بوئسترینگ عضله جلوگیری بکنه، چون عضله وقتی میخواد عملکرد موثر خودش رو در قسمت دیستال نشون بده میتونه در قسمت پروگزیمال و از هر مفصلی که رد میشه عملکرد خودش رو انجام بده. ولی اگه کسی این رو نباشه تثبیت بکنه، باعث میشه تمامی اون انرژی که عضله داره مصرف میکنه رو در پروگزیمال تنه عضله یا حالا به مقدار کمتری روی عضله دیستالش اثر بذاره و اینجا نقش بوئسترینگ هستش که برای ما خیلی مهم هستش.
و حالا این عضلات هیپ فلکسور مثل سارتوریوس، مثل رکتوس که در اینجا بیان شده، حالا سارتوریوس به عنوان نماینده آورده، عضلات دیگه هم میتونه بیان بشه. کارشون چیه؟ گفتم هیپ فلکسور. هیپ فلکسور به بیان دیگه یعنی میتونه آنتری پلویک تیلت رو برای ما انجام بده. درسته؟ و به دنبال اون عضلات ارکتور اسپاین هم میتونن به این داستان کمک بکنن که در واقع باعث آنتری پلویک تیلت بشه و برخلاف اون عضلات شکمی و هیپ اکستنسور میتونن برای ما هیپ اکستنشن رو ایجاد بکنن. پس دو تا در واقع زوجی نیرو شد در اینجا. یک زوجی نیروی سارتوریوس و ارکتور اسپاین در ایجاد آنتری پلویک تیلت و در ایجاد در واقع لومبار اکستنشن و افزایش لومبار لوردوسیس که به دنبال آنتری پلویک تیلت یا همون فلکشن میتونه اتفاق بیفته به صورت پلویکان فمور، یا یعنی و هیپ اکستنسور ها مثل گلوتوس ماکسیموس و همسترینگ به همراه عضلات شکمی مثل رکتوس ابدومینیس میتونه پوستری پلویک تیلت و به دنبال اون کاهش لوردوس رو در ناحیه لومبار ما ایجاد بکنه. که حالا اگر یک شخصی برای مثال ضعف عضلات شکمی داشته باشه، قبلا اومدم گفتم توی اسپیشال فوکس فکر میکنم مبحث بیومکانیک اسپاین بود که مثلا افرادی که دچار سی پی هستن، کودکانی که سی پی هستن، عضلات شکمی قدرت خیلی زیادی برخوردار نیستن، عضلات فلکسور به دنبال اون کوتاه میشن و میتونه برای ما هایپرلوردوسیس خیلی زیادی رو ایجاد بکنه و اینجا ما حواسمون باشه. حالا اینجا هم قبلا گفتم دیگه خدمتتون، اگر فردی، حالا این مربوط به کتابای ما نمیشه، اینو از این منبع دیگه من برداشتم، فکر کنم کتاب اوتیس باشه 2017، اگر عضلات هیپ فلکسور ما دچار کوتاهی بشن، دچار کانتراکشن هیپ فلکشن بشن، میتونن لگن ما رو بیارن به سمت جلو. حالا مکانیزم جبرانیش اینه که فرد خودش تو حالت صاف نگه میداره و میتونه یک لوردوس زیادی رو برای شخص ایجاد کنه، یا طرف انگار وا میده یک فورالینی در بدنش اتفاق میفته که بدن خم میشه به سمت جلو. حالا اگر عضلات شکمی ضعیف باشن، فرد وقتی تو حالت خوابیده قرار بگیره و بخواد یک SLR یا اما استریت لگ ریز انجام بده و پاشو بیاره به سمت بالا، برای مثلا رکتوس فموریس پاشو بیاره به سمت بالا، عضلات شکمی تو حالت عادی باید یک پوستری پلویک تیلت رو برای ما ایجاد کنه. یعنی این لگن رو میبینید باید بکشه به سمت عقب. درسته؟ چون اگه نکشه به سمت عقب، عضله رکتوس ابدومینیس ضعیف باشه و نکشه عقب، میبینید کم رنگ شده در اینجا، باعث میشه که به جای اینکه پا بیاد به سمت بالا، لگن از این ور دچار هیپ فلکشن بشه، یعنی دچار آنتری پلویک تیلت بشه و اینجا لوردوس ما زیاد میشه. اصلا نگاه کنید جهت رکتوس فموریس رو داره گشت و تو چه حالتی ایجاد میکنه. حالا تو این حالت چطوریه؟ اینجا لگن رو میکشه برخلاف اونجا که داره پا رو میکشه به سمت بالا و این رو من 100 بار تا حالا تو بالین دیدم که داستان اینجوری هستش. و اینجا رکتوس فموریس رو به عنوان نماینده آورده و سواس هم به عنوان نماینده هیپ فلکسورها آورده همراه با الیاکوس. و چی میشه نتیجه گرفت؟ نتیجه میشه گرفت که حالا بارها هم گفتم انجام SLR، حالا اینو بارها نگفتم، انجام SLR در فردی که ضعف شکمی داره میتونه هایپرلوردوسیس ایجاد بکنه، یا حالا راحت ترش کنم، ضعف عضلات شکمی میتونن برای ما هایپرلوردوسیس ایجاد بکنن. درسته؟ یا ضعف عضلات شکمی میتونن یه کاری بکنن که عضلات هیپ فلکسور از قسمت اوریجینشون عمل بکنن تا نسبت به اینسرشنشون. درسته دیگه؟ اینجا اوریجین دیگه، آنتری اینفریور ایلیاک اسپاین میشه اوریجین عضله رکتوس فموریس که میتونه برای آنتری پلویک تیلت رو ایجاد بکنه. و حواستون به این نکته هم باشه، خیلی مهمه. این تو ارشد یه بار اومده بود که چه اتفاقی میفته در اصل ضعف کدام عضله در واقع با انجام SLR ما میتونیم در واقع هایپرلوردوسیس داشته باشیم، ضعف عضله رکتوس ابدومینیس، طبق این شکلی که در نیومن بیان شده. بریم در رابطه با عضلات اداکتور صحبت بکنیم. عضلات اداکتور دوباره ما هم اداکشن پلویکان فمور داریم، هم فموران پلویک. قبلا گفتم فموران پلویک که پا رو میاره به سمت داخل، در واقع پلویک آن فمور هم لگن رو میاره به سمت بالا، یعنی انگار از قسمت اوریجینش رو میکشه اون سمت میره به سمت بالا. درسته؟
کیا هستن؟ اداکتور لانگوس، اداکتور برویس، اداکتور مگنوس، دیگه اینا همه مشخصه، گراسیلیس، پکتینئوس. که اگر همه این اداکتورها رو جمع بکنید 60% PCS اینا مربوط میشه به عضله اداکتور مگنوس. خیلی عضله بزرگی هم هستش اداکتور مگنوس. حالا سکندری میشه لانگ هد بایسپس، پوستری فایبر گلوتوس ماکسیموس، درسته؟ که میتونه به عنوان اداکتور تلقی بشه، ولی آنتری فایبرش به عنوان ابداکتور تلقی میشه. کوادراتوس سمونیس و ابتوراتور اکسترنوس اینا میتونن به عنوان عضلات اداکتور در واقع برای ما عمل بکنن. حالا جنبه بیومکانیک اداکتورها خیلی مهمه، خیلی. قبلا هم گفتم اداکتورها از طریق فاشیا میتونن با عضلات شکمی مثل رکتوس ابدومینیس و اینا در ارتباط باشن. بنابراین اگه ما ضعف شکمی داشته باشیم میتونن این عضلات رو دچار استرین قرار بدن. چه بسا عضلات اداکتور عضلاتی هستن که خیلی زود دچار استرین میشن، یعنی خیلی زود دچار آسیب میشن. این نکته اول. پس توی بازتوانی عضلات اداکتور وقتی داریم به یه فردی تمرینات اداکتوری میدید حواستون باید به عضلات شکمی هم به دنبالش باشه. مورد بعدی این که عضلات اداکتور هم میتونن تو صفحه فرونتال برای ما اثر بذارن، هم میتونن تو صفحه ساجیتال، که نقش اصلی و اولیه‌شون تو همینه، صفحه ساجیتال و صفحه فرونتال. یعنی هم میتونن توی حالت فلکشن برای ما اثر بذارن و هم میتونن تو حالت اکستنشن در صفحه ساجیتال و هم میتونن در حالت اداکشن برای ما اثر بذارن. این میشه حالت اولیشون. حالت دومیشون اینا میتونن به عنوان سکندری اینترنال روتیتور تلقی بشن، عضلات اداکتور. حواستون باید به این نکته باشه. و گشتاور ایزومتریک عضلات اداکتور در واقع بیشتر از عضلات ابداکتور هستش و این نکته مهمی هستش. ولی اینو یادتون باشه عضلات اداکتور تو هر 3 صفحه میتونن برای ما فعالیت کنن دیگه به صورت کلی. دیگه اینو گفتم خیلی مهمه، هم ساجیتال که اصلیشه، هم صفحه فرونتال که اصلیشه دوباره، و هم در صفحه ترانسیت که فقط میتونه اینترنال روتیشن برای ما انجام بده. و اگر فرد دچار کوتاهی عضلات اداکتور باشه میتونه گیت سیزر رو برای ما به وجود بیاره، یه حالت قیچی پا میده به سمت داخل. و عضلات اداکتور در 3 خانواده طبقه بندی میشن بر اساس موقعیت قرارگیریشون، درسته؟ یک لایه سوپرفیشیال که میشه عضله اداکتور لانگوس، پکتینئوس و گراسیلیس. دومی میشه عضله اداکتور برویس که تنها. سومی هم میشه گروه عضلانی در واقع اداکتور مگنوس که در اینجا بیانش کنه آنتری پارت اداکتور مگنوس، پوستریر پارت، که میتونیم در اینجا ما مشاهده بکنیم. اینجا هستش، دیپلیرش در اینجا میشه. و دیگه نکته دیگه از اداکتورها اینجا باقی نمیمونه. حالا کتاب نیومن خیلی پوزیشن های مختلفی رو میاد بیان میکنه که مثلا وقتی طرف شوت میزنه، وقتی طرف اصلاح رو انجام میده، وقتی تنه رو میچرخونه، وقتی داره کوه بالا میره. اینجا خیلی باید حافظتون خوب باشه که یادتون باشه داستان چجوریه. برای مثال اینجا اومده داره بررسی میکنه عمل شوت زدن رو در یک خانوم که پای سمت چپش تو حالت استنس هستش، پای سمت راستش داره ایشون شوت میزنه و حالا پاس میده. اتفاقی که میفته این هست که پایی که رو زمین هستش و پایی که داره شوت میزنه، خب مشخصه اینی که داره شوت میزنه پا میره داخل دیگه، پس اداکشن اتفاق میفته. اداکشن که اتفاق میفته به صورت فمور آن پلویک در سمت راست باعث میشه که سمت چپ بره به سمت بالا. یعنی اداکتورهای سمت چپ دارن فعالیت میکنن که لگن این ور رفته به سمت بالا، مثل اداکتور مگنوس. و ابداکتورهای سمت چپ هستن که دارن به صورت اکسنتریک فعالیت میکنن که این شتابه رو جلوش رو بگیرن که این یهو خارمادری کشیده نشه به سمت پایین. مثل گلوتوس مدیوس داره این به صورت اکسنتریک فعالیت میکنه که اینو حواسش باشه به این، درسته؟ که این خیلی هم دیگه نکشه به سمت پایین، چه بسا اینو بکشه به سمت از اینجا منظورم به سمت پایین، یعنی نذاره این بره به سمت بالا خیلی. و اینم میدونیم دیگه این وقتی میره به سمت بالا مکانیسم جبرانی ستون فقرات لترال فلکشن به همون سمتی هستش که رفته بالا و حواستون باید به این نکات باشه. پس این شد اداکشن پلویک آن فمور و این شد اداکشن فموران پلویک
آقا چرا ابدوکتور اینجا زده؟ ابدوکتور به خاطر اینکه داره شتابش رو کنترل میکنه. ما میدونیم برای اینکه یک عضله بخواد شتاب رو، یک مفصل رو کنترل بکنه، باید به صورت اکسنتریک وارد عمل بشه عضله مقابلش. مثلا شما وقتی از یه ارتفاع میپرین به سمت پایین، این عضله رکتوس فموریس هستش که انگار زانو رو به صورت اکسنتریک کنترل میکنه و حواسمون باید به نکته باشه. و یک نکته دیگه که اگر عضلات ابدوکتور در اینجا ضعیف باشن، میتونه یک استرس والگوسی رو روی زانوی ما به وجود بیاره که برای مثال میتونه به لیگامنت MCL ما آسیب بزنه. یه شکل بسیار بسیار مهم که در کتاب نیومن بیان شده مربوط میشه به این شکل. اونجا که خدمتتون عرض کردم گفتم عضلات ادکتور هم میتونن در صفحه فرونتال و هم در صفحه ساجیتال نقش در واقع مهمی داشته باشن و در واقع نقش اولیه‌شون هم در همین صفحات هستش. اینجا حالا میخوام در رابطه با نقش صفحه ساجیتالیشون خدمتتون صحبت بکنم. اون کتاب نیومن بیان کرده که عضلات ادکتور هم میتونن به عنوان فلکسور تلقی بشن و هم میتونن به عنوان اکستنسور. اما در چه صورتی؟ وقتی که هیپ در فلکشن باشه، مثل شکل سمت چپ که میبینید شخص در حال دویدن هستش، پای سمت راستش در حالت فلکشنه، هیپش در فلکشن هستش، اینجا عضلات ادکتور لانگوس و ادکتور مگنسش میان یه گشتاور اکستانسوری ایجاد میکنن و هیپ رو میکشن به سمت عقب، یعنی میارن به سمت عقب. این در صورتی هستش که هیپ ما بیشتر از 100 درجه فلکشن بره، نه کمترش. اتفاقا میگن 40 تا 70 درجه فلکشن نمیتونه به عنوان یک عضله اکستانسور تلقی بشه، عضله ادکتور لانگوس و ادکتور مگنوس. حالا وقتی که هیپ ما میاد به سمت اکستنشن، اونجا هستن که عضلات ادکتور، حالا نه همشون، ادکتور لانگوس فقط میتونه به عنوان یک عضله فلکسور تلقی بشه در کنار بقیه عضلات فلکسور مثل رکتوس فموریس. پس یادتون باشه در وقتی که هیپ در فلکشن باشه، ادکتور هم لانگوس هم مگنوس میتونه برای ما گشتاور اکستنشن ایجاد بکنن. ولی وقتی هیپ میره به اکستنشن، عضلات ادکتور فقط اون عضوشون به اسم لانگوس هستش که میتونه برای ما گشتاور فلکشنی ایجاد بکنه. و حواستون باشه وقتی میگم هیپ رو میاره به سمت اکستنشن داره عضله ادکتور مگنوس، منظورم فیبرهای خلفیش هستش که میتونه برای ما این کار رو انجام بده. پس 100 درجه هیپ فلکشن ادکتور لانگوس مگنوس که نتیجهش میشه هیپ اکستنشن، و اگر هیپ اکستندد باشه ادکتور لانگوس و رکتوس فموریس که هیپ رو میاره به سمت فلکشن. و 40 تا 70 درجه فلکشن عضلات ادکتور نمیتونن برای ما در این حالت گشتاور اکستنشنی ایجاد بکنن در واقع. خب اینجا براتون نوشتم عضلات ادکتور علاوه بر این داستان ها میتونن برای ما تثبیت سازی لگن رو انجام بدن، حین شیفت وزن و در واقع حین اسکوات زدن، که اسکوات زدن میتونه برای ما گشتاور ابداکتور ایجاد بکنه. عضلات ادکتور میتونن با این موضوع مقابله بکنن. بریم در رابطه با عضلات قسمت خلفی با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که در شکل مشاهده میکنین عکس نمای پوستریر هستش. عضلات مثل گلوتوس ماکسیموس، گلوتوس مدیوس، مینیموس، پرفورمیس، جملس سوپریر، اینفریر، ابتوراتور اینترنوس، اکسترنوس، کوادراتوس فموریس، عضلات همسترینگ مثل سمیتندینوسس، ممبرانوسس و حالا بایسپس ها که هم شورت داره هم لانگ داره و اینا. فقط یک نکته که در اینجا خدمتتون عرض بکنم که مهمم هستش، حالا بیشتر تو زانو در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم، این که ما تو قسمت داخلی زانومون یه ساختاری داریم بهش میگن ساختار پس آنسرینوس، یعنی در واقع عضلات پنجه قاضی. تاندون های عضلات سمیتندینوسوس، گراسیلیس و سارتوریوس میان با هم دیگه متصل میشن و یه ثباتی رو میتونن تو قسمت در واقع داخلی پای ما ایجاد بکنن که خیلی نکته مهمی هم هستش این موضوع. حالا دور نشیم از داستان، بریم در رابطه با عضلات هیپ اکستنسور با هم دیگه صحبت بکنیم. خب مشخصه عضله گلوتوس ماکسیموس، همسترینگ میتونن به عنوان اصلی ترینا باشن و در واقع پوستری هد ادکتور مگنوس، میدل ام پوستری فایبر گلوتوس مدیوس و آنتری فایبر در واقع ادکتور مگنوس میتونن در واقع به عنوان عضلات هیپ اکستنسور تلقی بشن. فقط نکته‌ای که هستش اینه که
در اینجا هم بیان شده گلوتوس ماکسیموس، بایسپس فموریس، سمیتندینوس، سمیمرانوس و اداکتور مگنوس به عنوان پرایمری اکستنسورها هستند، ولی گلوتوس مدیوس، میدل و پوستریور فایبرش و اداکتور مگنوس آنتریر هدش به عنوان سکندری میتونه برای ما تلقی بشه. حالا من اینو یه ذره ناقص نوشتم اینجا ولی اصل کاریشو نوشتم براتون. حالا عضله گلوتوس ماکسیموس، خب میتونیم بگیم مهمترین عضله اکستنسور بدن در واقع عضله گلوتوس ماکسیموس هستش که بسیار به عضله بسیار بسیار مهمی برای ما هستش. این عضله هم میتونه برای ما اکستنشن ایجاد بکنه، فیبرهای بالاترش میتونه برای ما ابداکشن ایجاد بکنه، عرض کردم خدمتتون فیبرهای پایینترش میتونن برای ما اداکشن ایجاد بکنن. و حالا اضافه هم کردم گفتم که اگر هیپ اکستند باشه میتونه به لترال روتیشن کمک بکنه. درسته، یه جورایی ما رو میتونه یاد سواس بندازه که گفتم میتونه در واقع توی لترال فلکشن ممکنه به ما کمک بکنه اگر در واقع عضله سواس ما تو حالت ابداکشن باشه. و عرضم به حضور شما که بازو گشتاوریش تو حالت خنثی به حد اکثر میرسه، ولی حد اکثر بازو گشتاوری اکستنسوریش در زاویه 70 درجه فلکشن هیپ هستش که بسیار نکته مهمی هم هستش بر اساس رابطه طول تنشنه. و بخش فوقانیش هم گفتم در رابطه با ساکرولیاک قبلا صحبت کردیم، عضله گلوتوس ماکسیموس یک سمت به همراه لاتیسیموس دورسی سمت مقابلش میتونن برای ما ثبات رو در ساکرولیاک ایجاد بکنن و ضعف عضلات گلوتوس ماکسیموس میتونن برای ما یه گیتی رو به وجود بیارن به اسم بکوارد لرچ که اگه عکسش رو بزنید داخل اینترنت براتون میاره که فرد نگاه تنش رو میندازه به سمت عقب. گروه بعدی عضلات گروه عضلات همسترینگ هستن، قطعا باش آشنایی دارید. بازوی گشتاوری همسترینگ در واقع وقتی که هیپ به سمت 35 درجه فلکشن حرکت میکنه هی بیشتر و بیشتر میشه و یهو دیگه میره به سمت در واقع کاهش، در واقع به سمت کم شدن و کاسته شدن. و در هر حالتی بازوی گشتاوری گلوتوس ماکسیموس بیش از همسترینگ ها هستش. خیلی نکته مهمیه، یعنی همسترینگ در واقع گلوتوس ماکسیموس ها در هر صورت قوی تر از عضلات همسترینگ هستن و نکته دیگه که عضلات همسترینگ چون عضلات دو مفصلی هستن میتونن تحت تاثیر اینسافیشنسی ها قرار بگیرن و برای مثال اگر هم زانو فلکس باشه و هم هیپ بخواد اکستنشن برای ما انجام بده اونجا دچار اکتیو اینسافیشنسی میشه و تنشن خودش رو از دست میده. اینر همسترینگ ها مثل سمیتندینوسس و سمیمرانوسس میتونن برای ما اینترنال روتیشن رو ایجاد بکنن برای هیپ و میتونن عضلات خارجی تر بین بایسپس میتونه برای ما ارزم به حضورتون لترال روتیشن رو ایجاد بکنه. بعدیش هم پوستری هد اداکتور مگنوس هستش که خدمتتون عرض کردم وقتی هیپ بیش از 100 درجه فلکشن باشه میتونه برای ما در واقع یک گشتاور اکستنسوری ایجاد کنه. البته هیپ اگه تو حالت اکستند شده باشه بیشترین بازوی گشتاوری برای اکستنشنش در اون حالت هستش. اینا واقعا دیگه نکات حفظی هستش که شما فقط باید یک بار اونا رو به چشمتون دیده باشید و دیگه بعد از اون حفظشون بکنید. یعنی داستان فقط همینه، حفظ کردن فقط. حالا عرضم به حضور شما که نکته دیگه که اینجا فقط میمونه اینه که اینجا نوشتم اولیه اکستنسور و لترال روتیتور، ثانویه ابداکتور. اینجا اومدم نقش در واقع عضله گلوتوس ماکسیموس رو نوشتم که میتونه به عنوان اکستنسور و لترال روتیتور تلقی بشه، اونم اولیه که حالا فکر میکنم در کتاب نیومن هم باید بهش اشاره کرده باشه. یعنی ما هیپ اکستنسور رو که میدونیم، لترال روتیتور هم گلوتوس ماکسیموس دوباره بیان میشه، ولی به عنوان سکندری های ابداکتور اونم فیبرهای قدامی فوقانیش که خیلی نکته مهمیه، اینو با حواستون باشه. این همون حرفی هست که خدمتتون عرض کردم، هرچی هیپ ما به سمت فلکشن تر میره، یعنی هرچی هیپ فلکس تر میشه باعث میشه که بازوی گشتاوری عضلات همسترینگ هم برای ما در واقع بیشتر بشه، ولی دیگه مثلا از 35 درجه به بعد طبق متن کتاب این دیگه کاهشی میشه. و گفتم بازوی گشتاوری عضله گلوتوس ماکسیموس هم تو حالت نیوترال و خنثی، یعنی تو حالت طبیعی و عادی منظورم هستش، بیشتر حالت خودش هستش، ولی وقتی هرچی هیپ فلکس تر میشه تو 70 درجه فلکشن هیپ
میتونه حداکثر گشتاور اکستنشنی رو برای ما ایجاد بکنه. حالا اینجا داره در مورد بازوی گشتاوری صحبت میکنه که در واقع داره میگه مثلا سمیتندینوسس و همینطور اداکتور مگنوس هم میتونیم تا حدود اینجا بیانش بکنیم، این که هرچی به سمت در واقع فلکشن تر میرن، یعنی هرچی هیپ فلکشن بیشتر اتفاق میفته باعث میشه که بازو گشتاوریشون هم بیشتر بشه. اینجا هم در رابطه با همین فوروالین داره صحبت میکنه که در سمت راست عضلات الکترو اسپاین دارن فعالیت زیادتری از خودشون نشون میدن و مشاهده میکنید که عضله در واقع همسترینگ در اینجا پررنگتر هستش و این به معنی هستش که بازو گشتاوریش داره در واقع بیشتر میشه هرچی به سمت فلکشن پیش میریم. این هم که بادی ویت هستش که جابجا شده به سمت قدام. فقط واسهتون باشه این نامحدود هرچی فلکشن تر میریم بیشتر نمیشه، همچنین نامحدود 35 درجه طبق متن کتاب هستش. یه عکس دیگه که در کتاب نیومن بیان شده، عکس ایشون هستش که داره از یک حالا تپه بالا میره و داره نشون میده که چه اتفاقاتی میتونه بیفته و همراه هستش با در واقع یک کوله باری، یعنی یک گشتاور خارجی هم داره به این فرد اعمال میشه که در اینجا بیان شده که عضلات زیادی داخل هستن مثل گاستروگنمیوس، بایسپس، رکتوس و فلان و فلان و اینا، که نکته مهمی که هستش اینه که اول از همه عضلات الکترو اسپاین مثل مولتیفیدوس در واقع، حالا عضلات بک اکستنسور بهتره بگم چون مولتیفیدوس که جزء عضلات ترانسورس اسپایناله، اینا حالا مولتیفیدوس و در واقع الکترو اسپاین ها در واقع یه کاری که انجام میدن اینه که میان ثبات رو تو ناحیه لومبار برای ما تامین میکنن و به نوعی هم میاد از اون شتاب جلوگیری میکنن. چرا؟ چون تو این حالت هیپ داره فلکس میشه و عضلات میبینید گلوتوس ماکسیموس، اداکتور مگنوس، فیبرای خلفیش و بایسپس فموریس که جزو همسترینگ هستش دارن یه در واقع گشتاور اکستنشنی برای ما ایجاد میکنن و اداکتور مگنوس هم خدمتتون گفتم چون هیپ در اینجا در فلکشن هستش و مولتیفیدوس هم گفتم تثبیت سازی لگن در فعالیت قوی اکستنسورها هیپ و به نوعی میان اون شتابش رو کنترل و مدیریت میکنن. شکل دیگه که در کتاب بیان شده در این قسمت خیلی شکل آنچنان مهمی نیستش، دوباره برمیگره به همون شکل که طرف اگه عضلات هیپ فلکسورش کوتاه باشه چه اتفاقی میفته. گفتم دیگه یه هایپرلوردوسیسی ایجاد میشه و این شکل سمت چپ در حالت نرماله که در اینجا شما میبینید که این بادی ویت ما از وسط مفصل یا بهتره بگیم از پشتش تا حدودی عبور کرده و اینجا هم ایلیوفمورال لیگامنت به صورت پسیو داره فعالیت میکنه، یعنی گشتاور فلکشنی خیلی کوچیکی داره انجام میده که هیپ ما به سمت اکستنشن پیش نره خیلی. و در سمت مقابل هم میبینید که حالا عضلات مثلا سواس میجر شخص تایت شده، کوتاه شده، سفت شده، باعث شده که لگن بره تو حالت هیپ فلکشن آنتری پلویک اتفاق بیفته و عضلات جی ام اکس و همسترینگ و اداکتور مگنوس گشتاور اکستنشنی ایجاد میکنن که لگن رو بیارن به سمت تیلت خلفی و این نکته مهمی هستش. حالا مهمترین گروهی که اگه از من بپرسید خدمتتون میگم عضلات هیپ ابدوکتور هستن. عضلات هیپ ابدوکتور مثل در واقع اصلیاشون اینا هستن: گلوتوس مدیوس، گلوتوس مینیموس، تنسور فاشلاته و سکندریاشون میشن پیریفورمیس، سارتوریوس، رکتوس فموریس و فیبرای قدامی گلوتوس ماکسیموس که خدمتتون عرض کردم. مهمترین عضله که اینجا میتونیم معرفی کنیم عضله گلوتوس مدیوس هستش. مهمترین عضله در واقع هیپ ابدوکتور ما هستش گلوتوس مدیوس. یه چیز حدود 60% تا 65% از اون قدرت کلی هیپ ابدوکشن رو گلوتوس مدیوس میاد برای ما انجام میده. یه چیز حدود 30% رو گلوتوس مینیموس میاد انجام میده. حالا در مورد گلوتوس مدیوس صحبت بکنیم. گلوتوس مدیوس فیبرهای در واقع قدامی ترش میتونن برای ما اینترنال روتیشن ایجاد بکنن، فیبرهای خلفیش میتونن برای ما اکسترنال روتیشن ایجاد بکنن. بسیار عضله مهمی هستش در حفظ ثبات لگن به صورتی که اگر گلوتوس مدیوس یک سمت مثلا سمت راست شما ضعیف باشه نمیتونه دیگه اون ثبات رو در ناحیه لگنی شما ایجاد بکنه. یعنی اگر مثلا من ضعف یا ویکنس گلوتوس مدیوس سمت راست داشته باشم، اگر پای سمت راستم در حالت استنس باشه و پای سمت چپم در حالت حالا سوینگ باشه مثل راه رفتن، لگن سمت مقابل
گلوتوس مدیوس ضعیف شده تو حالت دراپ قرار میگیره و این خیلی نکته مهمی هستش. ما گیت ترندلبرگ رو برای همین عضله تعریف میکنیم و دیگه تمام نکاتش رو گفتم. در وضعیت در واقع فلکشن هم تمامی فیبرهاش میرن تو حالت چرخش داخلی، یعنی نقششون میشه اینترنال روتیتور. و گروه بعدی هم یعنی عضله بعدی هم گلوتوس مینیموسه که گفتم کلا تمام فیبراش تو ابداکشنه، فیبرای قدامی ترش توی حرکت اینترنال روتیشن و فلکشن، فیبرای خلفیش توی چرخش خارجیه، مثل همون گلوتوس مدیوس، فقط با این تفاوت که فیبرای قدامیش میتونن تو فلکشن هم شرکت بکنن و بازوی گشتاوریش با چرخش داخلی بیشتر میشه و یه عضله هستش که میتونه توی پراپریوسپشن به ما کمک بکنه. این عضله هم مثل عضله در واقع ایلیوسواس که ایلیو کپسولاریس رو ما براش تعریف میکردیم، اینا هم میتونن با کپسول مفصل هیپ در واقع ادغام بشن و جلوگیری کنن از گیر افتادگی آن. یعنی اگه به ما بگه کدوم دو تا عضله هستن که از ایمپینجمنت یا حالا نیشگون گرفته شدن یا حالا از اینجور لغت‌ها به کار ببرن و بگن کدوم دو تا عضله هستش که میتونن جلوگیری بکنن از این داستانا، یکی ایلیوسواس، یکی گلوتوس مینیموسه. خیلی نکته خفنیه واقعا این دوتا. تنسور فاشلاته هم که گفتم که وقتی هیپ توی فلکشن باشه در واقع میتونه به عنوان ابدوکتور تلقی بشه و ضعفش هم که گفتم میتونه برای ما ترندلبرگ رو به وجود بیاره، همچنین میتونه باعث یک نیروی اضافه بر زانو باشه، این نیروی والگوسی، و همچنین میتونه گریت تروکانتر پین سندروم رو برای ما به وجود بیاره. حالا میتونه یک عاملش مربوط بشه به بورسیتیس گریت تروکانتر و ارزم به حضورتون که گشتاور ایزومتریک ابداکشن در وضعیت خنثی هم نوشتم 82% بیشتر از زمانی هستش که هیپ در 25 درجه ابداکشن هستش. حالا این به صورت متنیش جلوتر خدمتتون میگم و این نکته که هستش اینه که عضله کلا عضلات هیپ ابداکتور فکر میکنم اینو یه جا دیگه هم بیان کرده بودم تو ویدیو اول هیپ، اینکه میتونن یه کامپرشنی ایجاد بکنن بین استابلون و سر فمور. و حالا در مورد این اول توضیح بدم خدمتتون، بعد بریم ادامه این داستان گشتاوری ایزومتریک. اینکه ما وقتی در حال راه رفتن هستیم، تو ویدیو قبلی خدمتتون گفتم وقتی پای رو سمت راست رو مثلا میذاریم جلو تو حالت استنس و پای بعدی میاد تو حالت سوینگ هستش، اینترنال روتیتور مؤثری ما نداریم. اینا سکندری اینترنال روتیتورها هستن که میان لگن سمت چپ رو حدود 12 درجه میکشن به سمت جلو که مثلا مثل اداکتور لانگوس، درسته، مثل تنسور فاشلاته، اینا هستن که میان مثل گلوتوس مینیموس و مثل فیبر قدامی گلوتوس مدیوس که اینا دیگه گفتم دیگه، فیبر قدامی گلوتوس مدیوس و فیبر قدامی گلوتوس مینیموس به عنوان اینترنال روتیتور هستن. اینا میان لگن رو میارن به سمت داخل. بنابراین ما میتونیم توی فازهای 15% راه رفتن و 30% که میشه مید استنس و اون اولش هم که اینیشیال کانتکت لودینگ ریسپانس هستش، در واقع ما ارزم به حضورتون که یک اینترنال روتیشنی به صورت پلویکان فمور رو تجربه بکنیم حدود 12 درجه. اونم عضلات سکندری میان این کار رو انجام میدن چون ما پرایمری اینترنال روتیتور اصلا نداریم. این از این. و اینجا نوشتم نقششون هم میتونه به عنوان تثبیت کننده لگن بر روی فمور در مرحله استنس باشه. این خیلی عکس مهمی هستش، این که عضلات هیپ ابدوکتور مثل مدیوس، مینیموس و تنسور فاشیولاته در چه حالتی باعث میشه گشتاورشون بیشتر بشه؟ هرچی زانو تو نیوترال تل باشه، یعنی هیپ ما هرچی تو حالت خنثی‌تر خودش باشه، چه بسا حدود 10 درجه هم به سمت اداکشن پیش بره، یعنی شما پاتون رو بیارین به سمت داخل، گشتاور ابدوکتوری ما خیلی بیشتر میشه. میبینید دیگه اینجا اصلا رسیده به مثلا 115، حالا رایت هیپ رو نوشته. و اگر شما مثلا از حالت 40 درجه ابدوکشن پاتون رو بیارین به سمت ابدوکشن بیشتر، گشتاورش نگاه کنید چقدر کم شده، 40 شده. و این خیلی نکته مهمی هستش که ما بدونیم گشتاور عضلات ابدوکتور در حالت 10 درجه اداکت شده، یعنی پا بره به سمت داخل، حتی یعنی بیشتر از حالت نیوترال، میتونه برای ما چیکار کنه؟ گشتاور بیشتری رو تولید بکنه،
گشتاور ابداکتوری بیشتری تولید بکنه از حالت 10 درجه اداک شده. حواستون به این نکته باشه. یک نکته دیگه که در دل این نمودارهای فت و فراوون عضلات هیپ میشه استخراج کرد اینه که هرچی لگن به سمت فلکشن تر پیش میره، عضلات کلا اون نقش لترال روتیتور خودشون از دست میدن به خاطر جابجا شدن محور حرکتیشون و باعث میشه به عنوان اینترنال روتیتور تلقی بشن. مثلا مگه من نمیگم آنتریور فایبرهای گلوتوس مدیوس به عنوان در واقع عضلات اینترنال روتیتور تلقی میشن؟ خب اینا که توی 0 درجه هرچی ما به سمت اینترنال روتیشن پیش میریم در واقع چی میشه؟ یعنی هرچی ما به سمت فلکشن تر پیش میریم اینا هم گشتاور اینترنال روتیشنیشون بیشتر میشه، اون بازوی گشتاوریشون. حالا پوستریر فایبرهای گلوتوس مدیوس کارشون چی بود تو حالت عادی؟ اینها لترال روتیتور، اکسترنال روتیتور دیگه، درسته؟ حالا هرچی من پا رو میبرم به سمت بالاتر به خاطر جابجا شدن محور حرکتی که الان عکسش هم براتون میارم، اینا به عنوان اینترنال روتیتور تلقی میشن. پس من با افزایش فلکشن اینترنال روتیشن بیشتری دارم، یعنی بازوی گشتاوری اینترنال روتیشن من هستش که بیشتر میشه. نکته فوق العاده مهم که از دل اینا میشه استخراج کرد و بارها واقعا تو تست ازش سوال مطرح میشه. عکس دیگه که در اینجا مشاهده میکنید عکس در واقع عضله اداکتور لانگوس هستش که گفتم این عضله میتونه به عنوان یک اینترنال روتیتور تلقی بشه و نکته دیگه خیلی از جا باقی نمیمونه، فقط اینجا اومده محور حرکتی رو اینجا بیان کرده و در واقع این قسمت هم تا حدود میشه گفت مرکز فمور هستش، در اینجا اسمش رو بیان کرده لینا آسپرا و عرضم به حضورتون که آره فقط داره میگه که اداکتور لانگوس به عنوان اینترنال روتیتور هستش که میتونه بیاد برای ما اون کار رو انجام بده. حالا نکته فوق العاده مهم، می‌خواستم ببینم که چقدر فاصله دارم با این داستان. نکته فوق العاده مهم، بسیار نکته مهمی هستش اینجا. عضلات ابداکتور گفتم علاوه بر این که میتونن حالا نقش خودشون رو تو صفحات مختلف انجام بدن، مثلا ابداکشن انجام بدن برای مثلا فمورال آن پلوی که دیگه رایج‌ترین نوع در واقع عملکرد عضلات هستش که ما اون رو خیلی خوب میتونیم بشناسیم، این هستش که میتونن ثبات رو برای ما تو لگن ایجاد کنن. یعنی چی گفتم؟ اگه لگن سمت راست ضعیف باشه باعث میشه که لگن سمت چپ وقتی پاش رو طرف رو هوا باشه، مثل راه رفتن، دراپ کنه و بیفته. چرا؟ چون عضلات ابداکتور سمت مقابلش قوی نبودن که اینو بکشه به سمت بالا و گشتاور ابداکتوری برای ما ایجاد بکنه. پس مکانیسم راه رفتن این افراد، کسانی که هیپ دردناک دارن و کسانی که هیپ ابداکتور ضعیف دارن، کسانی که دچار ضعف عضلات گلوتوس مدیوس و گلوتوس مینیموس هستن، اولین استراتژی کامپنساتوری که در بدنشون انجام میده خم کردن تنه به اون سمت هستش. درسته؟ تنهشون رو خم میکنه به اون سمتی که عضله درگیر هستش، نه اون سمتی که لگن دراپ شده. چرا؟ چون با این کار باعث میشه مرکز ثقل بدنشون به مفصل نزدیکتر بشه، در نتیجه بازوی گشتاوری وزن هم مشخصا کوتاه‌تر میشه. بنابراین دیگه نیازی به تولید نیروی بالایی نیستش و به نوعی با این کار میان این کار رو در واقع این نقص رو جبران میکنن. حالا ما در مورد عصا هم جلسه بعد صحبت میکنیم که چجوری هستش دیگه. پاتولوژیا و دیزوردرها اینا رو آوردم جلسات بعدی. و اگر یه شخصی عضلات هیپ ابداکتورش کوچیک در واقع کوتاه باشه، خب چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه لگن به اون سمت دراپ کنه. هیپ ابداکتورها کارشون چی بود؟ اینکه لگن رو بیارن به سمت در واقع پایین. پس بنابراین این سمت که رفته بالا اداک شده، این سمت ابداک شده و این نکته مهمی هستش که ما این نوع پترن رو کلا بشناسیم. گروه بعدی عضلات هم که به عنوان گروه آخر عضلات هستش، عضلات لترال روتیتور در مفصل هیپ ما هستش، مثل پیریفورمیس، ابتوراتور اینترنوس، جملوس سوپریر، جملوس اینفریر و قوی ترینشون هم گلوتوس ماکسیموس هستش.
کلا عضلات لترال روتیتور به عنوان عضلات ثبات دهنده تونیک مفصل هیپ در واقع تلقی میکنن که سکندریاشون رو میشه پوستری فایبر گلوتوس مدیوس و مینیموس، به شرط اینکه هیپ ما تو حالت عادی باشه. اگر به سمت فلکشن پیش بره که اینا به عنوان اینترنال روتیتور تلقی میشن. ابتورتور اکسترنوس سکندری، سارتوریوس و لانگ هد بایسپس. حالا فکر میکنم کتاب جوینت ابتورتور اکسترنوس هم جزو پرایمری ها حساب کرده، اینو حقیقتا یادم نیستش، این از نیومن هستش. و همونطور که در اینجا مشاهده میکنید اینجا اومدم اینجا عضلات رو معرفی کردم، یعنی مثلا یه عکسی هست نمای خلفی که هم اومده سیاتیک رو معرفی کرده. حالا سیاتیک هم میتونه خودش حالا آرزه پیرفورمیس سندروم برای ما به وجود بیاره، برای بعضی از افراد زیرش هستش، برای برخی از افراد سوراخ میکنه پیرفورمیس و برای برخی افراد بالاش پیش میره اینا. و نوشتم که این عضلات لترال روتیتور مثلا مثل جملوس اینفریر، ابتورتور اکسترنوس و کوادراتوس فموریس و اینا داستانش اینطوری هستش که جهتگیریشون در صفحه افقیه و میتونن برای ما کامپرشن رو در مفصل ایجاد بکنن و باعث ثباتش بشن. نکته بسیار بسیار مهم که اینجا باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که 2 تا عضله هستن که وقتی هیپ ما به سمت فلکشن پیش میره، هرچی هیپ فلکس تر میشه، این 2 تا عضله دیگه به عنوان اینترنال روتیتور تلقی نمیشن، بلکه به عنوان همون اکسترنال روتیتور باقی میمونن که بسیار بسیار این نکته مهمی هستش که یک عضله کوادراتوس فموریس در اینجا بیان کردم. نکته تاثیر فلکشن اکستنشن در نقش لترال روتیتور رو گفتم و تنها 2 عضله هستن که از این قاعده مستثنا هستن. یک عضله کوادراتوس در واقع فموریس، دوم عضله اگر اشتباه نکنم ابتورتور اکسترنوس هستش که این 2 تا عضله در واقع وقتی هیپ به سمت فلکشن پیش میره دیگه به عنوان اینترنال روتیتور تلقی نمیشه، همونطور اکسترنال روتیتور باقی میمونه. پس شد کوادراتوس فموریس، اگر اشتباه نکنم ابتورتور اکسترنوس، که اگر حالا دارم اشتباه میکنم براتون مینویسم که حالا نمیدونم یا ابتورتور بود یا جملوس اینفریر بود، یک کدوم از اینا بود که میتونست به همراه قطعا کوادراتوس فموریس دیگه به عنوان همون اینترنال در واقع اکسترنال روتیتور همیشه باقی میموندش، حتی با فلکشن بیش از اندازه. حالا این که من میگم مثلا عضله مثل پیریفورمیس هرچی به سمت فلکشن پیش میره به عنوان یک اینترنال روتیتور تلقی میشه، دقیقا اینه، این محور حرکتیشه و میبینید که در اینجا یعنی این عضله هستش و اینجا محور حرکتی ما هستش. میبینید که در اینجا در واقع به عنوان یک عضله اکسترنال روتیتور تلقی میشه و هرچی پا میره به سمت بالاتر از جلوی محور حرکت میکنه این عضله و باعث میشه که به عنوان یک در واقع اینترنال روتیتور هیپ تلقی بشه، عضله پیریفورمیس. فیلمش هم تو یوتیوب هست، اینو بزنید براتون میاره. و اینجا اومده عضلات هیپ اکسترنال روتیتور برای ما کشیده که داستان از چه قرار هستش و اینجا اومده یه مقایسه با عضلات روتیتور کاف انجام داده. گفته همونطور که عضلات روتیتور کاف در شانه سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس ماینر و سابسکاپولاریس رو ما تعریف میکنیم، در پایین‌تر هم میتونیم تعریف کنیم. من یه ویدیوی شورت ساختم، اولین ویدیوی شورت یوتیوبمه، اونجا اومدم گفتم که کدوم عضلات هستن که با اون روتیتور کاف تلقی میشن و اونجا منبعم یه کتاب دیگه هستش. اینجا هم از کتاب جوینت که اومده گفته آقا مثلا اکسترنال روتیشن که در شونه میتونه توسط اینفرااسپیناتوس و ترس مینور اتفاق بیفته و در واقع گفته که اینا رو ما میتونیم مقایسه بکنیم با پیریفورمیس، ابتورتور اکسترنوس، اینترنوس، در واقع سوپریه و اینفریه جملوس و همچنین پوستریه گلوتوس مدیوس. حالا اینترنال روتیتور که بالاتر مثلا میگیم سابسکاپولاریس، میتونیم با فیلپای قدامی گلوتوس مدیوس اینا رو در واقع مقایسه با هم دیگه بکنیم و در واقع سوپرااسپیناتوس هم در واقع میتونه به عنوان عرضم به حضورتون که
گلوتوس مدیوس در واقع تلقی بشه، چون گلوتوس مدیوس این ابدوکتور دیگه، سوپرا اسپینوتوس هم به عنوان یک هیپ ابدوکتور ارزم به حضورتون ابتدایی هستش. 15 درجه ابدوکشن در واقع شونه رو میتونه سوپرا اسپینوتوس برای ما انجام بده. حالا اینجا اومده عضله ابتوریتور اکسترنوس برای مشخص کرده که از این ناچ لسر سیاتیک عبور میکنه با زاویه 130 درجه‌ای و میتونه به عنوان یک عضله مهم اکسترنال روتیشن پلویکا فمور تلقی بشه. دوباره عضلات اکسترنال روتیتور گفتم به عنوان ثبات دهنده تونیک مفصل هیپ هستن، پس میتونن کامپرشن رو برای ما در مفصل زیاد بکنن. و یک نکته مهمی که میتونه پیش از عضلات دیگه هم فعال بشه این عضله. ما قبلا گفتیم مثلا عضلات کف لگن، عضله ترانسورس ابدومینیس، عضله مولتی فیدوس در ناحیه ستون فقرات جزء عضلاتی هستن که پیش از همه عضلات میتونن فعال بشن و ثبات رو برای ما به وجود بیارن. و یکی از علتهای کمردرد هم میتونه عدم اکتیویشن به موقع این عضلات باشه. این عکس هم مشاهده میکنید که فرد برای مثال چرخیده به سمت، یعنی پای سمت راستش رو زمین هستش، فرد چرخیده به سمت مقابل و ما میدونیم وقتی چرخش به سمت مقابل باشه ارکتور اسپاین های همون سمت میتونن برای ما روتیشن ایجاد کنن. ترانسورس اسپاینال ها مثل مولتیفیدوس، مثل روتیتور برویس، روتیتور لانگوس و سمی اسپاینالیس ها مثل سمی اسپاینالیس کاپیتیس و اینا اگر سرم به چرخه میتونن روتیشن به سمت مقابل رو برای ما انجام بدن. همچنین گلوتوس مدیوس سمت مقابل و پیریفورمیس ابتوریتور اینترنوس و کوادروس فموریس و اینا هم میتونن برای ما هیپکسنال روتیشن پلویکان فمور رو انجام بدن. البته سمت مقابل دیگه علتش مشخص هستش. و همچنین عضلات روتیتور داخلی حالا سکندریاشون مثل اداکتورها میتونن در واقع این شتاب رو برای ما کنترل بکنن، اونم به وسیله انقباض اکسنتریکشون. نوشتم اداکتور لانگوس و اداکتور برویس که میتونه حتی باعث استرینشون هم بشه و نکته خیلی مهمی هستش. اینا هم که خدمتتون عرض کردم چه عضلاتی میتونن به عنوان اینترنال روتیتور در حین راه رفتن تلقی بشن. پرایمری که اصلا نداریم، سکندری هم آنتریور گلوتوس مدیوس به شرطی که گفتم چطوری باشه، آنتریور گلوتوس مینیموس، تی اف ال، لانگوس برویس و عضله پکتینئوس. و اینجا هم گفتم وقتی هیپ اکستندد باشه عضله در واقع همسترینگ داخلی مثل سمی تندینوسس و سمی ممبرانوسس میتونن به عنوان اینترنال روتیتور بر ما تلقی بشن. خب در آخر هم اومدم عکس کتاب نیومن رو گذاشتم که گشتاور کدوم عضلات در واقع گروه عضلانی میتونن از همین بیشتر باشن. از همین بیشتر اکستنشن، بعد میشه عضلات فلکشن، بعد میشه ادکشن، ابدکشن، اینترنال روتیشن و اکسترنال روتیشن، یعنی اکسترنال روتیتورها دیگه منظورم هستش. حواستون باشه پس گشتاور کلا تو صفحه ساجیتال از همین بیشتر هستش، درسته؟ چون عضلات بیشتری هم داریم و مثل اکستنسور که اول از همه هستش، فلکسورها تو شونه هم همینطور بود دیگه، اکستنسورها از همشون بیشتره، بعد ادکتورها هستن. اکستنسورها، فلکسورها، ادکتور، ابدکتور، اینترنال روتیتور و اکسترنال روتیتور که البته خیلی اختلافشون کم هستش اکسترنال روتیتور و اینترنال روتیتور، ولی خب اینترنال روتیتور در مرحله در واقع یه دونه مونده به آخر هستش و بیشتر از اکسترنال روتیتور هستش. دو تا شکل هم در کتاب نیومن بیان شده، روش‌های سلف استرچینگ عضله همسترینگ که فرد پاش رو گذاشته روی سکو و باعث شده که عضلات همسترینگش کشیده بشه و میبینید که باعث شده با استفاده از اون تنشن پسیوی که اتفاق میفته یک پوستر پلویک تیلتی اتفاق میفته، ولی در همین حال میتونی با انقباض عضلات فلکسور، هیپ فلکسور، یک آنتری پلویک تیلتی هم اتفاق بیفته که مجددا باعث میشه که اونها کشیده بشن. و مولتیفیدوس هم میبینید در این حالت به عنوان یک عضله ترانسورس اسپاینال و ثبات دهنده ستون فقرات در ناحیه لوبک ما میتونه فعالیت انجام بده. و برعکسش هم همینه، وقتی فرد میاد به روش سلف استرچینگ رو انجام میده بر رکتوس فموریس و حالت عادی تنشن پسیو میتونه یک تیلت قدامی به وجود بیاره، ولی همون لحظه اگه عضلات اکستنسور مثل همسترینگ و گلوتوس ماکسیموس فعالیت انجام بدن به همراه رکتوس ابدومینیس که اینا به عنوان پوستری پلویک تیلت تلقی میشن، دوباره با اون پوستری پلویک تیلت که اتفاق میفته در واقع عضله یعنی هیپفلکسور ما مثل حالا رکتوس فموریس
در اینجا کشیده میشه، یعنی هم از بالا انگار کشیده میشه و هم انگار از پایین کشیده میشه. در واقع اینجا هم همینطور هستش، هم از پایین داره کشیده میشه، یعنی هم نی اکستندد هستش و هم اینکه در واقع عرضم به حضورتون اینجا تیلت قدامی لگن اتفاق میفته که فشار بیشتری رو وارد میکنه. دوستان ازم یک دنیا ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. سخت‌ترین قسمت بیومکانیک هیپ رو تموم کردیم. امیدوارم که این مبحث هم خیلی خوب براتون جا افتاده باشه. میگم نکات خیلی حفظی هستش ولی خب باید خوند و راه دیگه نیستش دیگه. تمامی نکاتی که خدمتتون رو در واقع باید عرض میکردم رو عرض کردم. اگر نکته از قلم افتاد دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. دیگه واقعا سعی کردم هرچی که آزمونی هستش رو خدمتتون بیان بکنم و همین دیگه. خیلی خوشحال میشم کامنتاتون رو برای من بذارین، لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه و خیلی خوشحال میشم که برای دوستانتون هم ویدیوهامو ارسال کنین. یک دونه ممنونم که مجددا تا اینجا ویدیو همراه من بودین. هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. خدا نگهدار.